салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ ро бо хабарҳои охирини тоҷикистону ҷаҳон ман Зарангези Наврӯзшоҳ аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага пешкаши шумо мекунам. имрӯз 27 июл аст ва нигоҳе ба чанд мавзӯи барнома. баъди 5 соли талошу интизориҳо модари тоҷик кӯдакашро ба оғӯш гирифт. хонаводае ки тифлро ба фарзандхонӣ гирифтанд эътироз доранд. ва мақомоти ноҳияи восеъ иддаои занеро ки гуфт дар идораи пулис латукуб шудааст таҳқиқ мекунанд. якм боре ки ман ҳақорат кардам, ман дар танам телефон доштам. ростия фаъолияти ширкате ки мехост дар тоҷикистон ба истилоҳ биткоин тавлид кунад барҳам хурд. кори он ғайриқонунӣ будааст. фаъолияти ғайриқонунӣ махсана мона биткоинш меки машҳур шавад. қонунҷорӣ мона мутаассифона ҳеҷ ягон санад нест. додгоҳе дар Русия як тифли тоҷикро ки чанд соли пеш аз модараш ҷудо шуда буд бо волидони биологияш баргардонд. ҳукми додгоҳ ба фоидаи оилаи муҳоҷири тоҷик анҷом шуд. аммо волидони кӯдак мегӯянд қазия замоне ба охир мерасад ки фарзанди онҳо билохира ба тоҷикистон оварда шавад. оилаи дуюми кӯдак намехоҳанд аз ӯ ҷудо шаванд ва муборизаро идома медиҳанд. достони баҳси ду оила бар сари кӯдакро дар гузорише аз Мумин Аҳмадӣ мебинем. ман фақат ёдрас мешавам ки ин гузориш комилан бар асоси наворҳои корбарони озодӣ таҳия шудааст. پس از 5 سالی تلاش مادری تاجیک به دیدار فرزندش رسید. ماه اکتبر سال 2017 این کودک در ایرکوتسک تولد شد. مادر پول تولدخانه را دادن نتوانست و کودک را آنجا نگاه داشتند. مقامات پرستاری ایرکوتسک این طفل تاجیک را به فرزندخانه یک عائله بی فرزندی بوریت دادند. زنی تاجیک و شوهر او همان سال امکان یافتند و برای بازگردانی کودک تلاش کردند. هرچند مقامات فرزندخوانی کودک را غیرقانونی دانستند و بازگردانی او را به مادری تاجیکش طلب کردند، مشکل با این حل نشده است. هرچند مقامات فرزندخوانی کودک را غیرقانونی دانستند و او را به مادری تاجیکش برگردانیدند، ظاهراً مشکل حل نشده است. مادر نمیتواند به کودکش به تاجیکستان برگردد. خانواده‌ای که 5 سال در تربیه آن بود به مقامات بالایی شکایت کردند. تا حال این بحث ها راهی مادر و کودک به تاجیکستان بسته است. پدر و مادر بوریتی کودک پای فشاری دارند که صاحب قانونی کودک هستند و او را لحظه از تولدخانه گرفتند که مادر تاجیکش از بهرش گذشته بود. ادوکات مادر تاجیک میگوید هیچ سندی وجود ندارد که مادر از بهر طفلش گذشته باشد. پایان کار همین می شود که کودک با مادرش میماند. هیچ یک دادگاه قرار دیگری قبول نمی کند. در مطبوعات ما خبرها کمی تحریف شدند. برای همین به نظر من کمی وقت می گذرد و همه چیز باز درست می شود. ولی مادر با کودکش در تاجیکستان خواهد بود. جامعه بوریت ها کنسولگری و جمعیت تاجیکان در ایرکوتسک را زیر فشار قرار دادند. آنها علیشیر شیرینوف رهبر جمعیت تاجیکان را به آن ایبدار میکنند که کودک را با زور از آنها گرفته است. شیرینوف گفت تنها بر اساس قانون به مادر تاجیک کمک کرده است. پایان ماجرا معلوم نیست ولی مقامات میگویند کودک با مادر تاجیک حالا در روسیه در جای امن است. کنسولگری به این خانواده کمک حقوقی میرسانند. که بازگشتن آنها به تاجیکستان معلوم نیست. ماموران زندانی وحدت زبیدالله رازیق عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را به شعبه جریموی یا شیزو انتقال دادند. یک نماینده محبس نو در وحدت روز 26 ایول به رادیوی آزادی گفت که زبیدالله رازیق را برای ویران کردن نظام اتاق جزا دادند. او سال 2016 برای عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی به 25 سال زندان محکوم شده بود. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло дар студия бо мо аст. Мирзонаби, ниҳоят маълум шуд ки чаро Зубайдуллоҳи Розиқ ба шӯъбаи ҷаримавӣ бурда шудааст? بله، یک کارمند محبس وحدت بدون ذکر نامش گفت که زبیدالله رازیق برای ویران نمودن نظام محبس مجازات شد و 15 روز در آنجا خواهد ماند.
بیشتر از این حرف نزد که کدام نظام محبس رو در چه شرایطی ویران کرده است نامعلوم. حسام الدین زبیدالله پسر زبیدالله رازق از خارج تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که با خانوادهشون در تماس بوده است و آنها فقط همین را میدانند که به شعبه جریمه‌ای محبس پرتافته شده است، ولی سببی اصلی روشن نیست. و زبیدالله رازق از فعالان و مؤسسان حزب نهضت اسلامی در کنار سید عبدالله نوری و دیگران به شمار میرفت و تا زمانی به 25 سال زندان محکوم شدنش رئیس اکادمی اسلامی همین حزب بود. خب میرزونبی، تاجیکستان چند سال باز تلاش دارد که حزب نهضت اسلامی همچون سازمان تروریستی اعتراف شود. ظاهرا این مسئله هفته گذشته در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با دادستان کل روسیه هم مطرح شده بود. نماینده های این حزب در تاجیکستان ممنوع در این باره چی میگویند؟ ببینید، مقامات تاجیکستان از سال 2015 باز از کشورهای شریک خود در قلمرو شوروی سابق چنین درخواست را کرده بودند. در این مدت عکس صدای نگرفته بودند و محدین کبیری رئیس حزب فعالتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 26 ایول گفت در این شب روز که روسیه بنابر جنگ اوکراین دچار مشکل و در جستجوی شریک است، احتمال زیر فشار درخواست دوشنبه را بپذیرد. به قول او اعضای این گروه در پهنای سابق شوروی حضور ندارند و برای این حزب خطرزا نبوده است. تشکر. دادگاه عالی تاجیکستان تا این دم تقریبا 20 سازمان را تروریستی و افراطگرا و ممنوع دانسته است که از القاعده و طالبان، جماعت تبلیغ تا گروه 24 و پیمان ملی و ائتلاف سازمان‌های مخالفین تاجیک در خارج را در بر می‌گیرد. رهبران بعضی از این سازمان‌های سیاسی قرار را ناعادلانه و تلاش برای از صحنه سیاست دور کردن خود می‌دانند. مقامات تصمیم خود را مبارزه با تندگرایی شرح دادند. برنامه را با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. تلاش یک زن در ناحیه واسع برای با خود آوردن تلفن به شعبه پلیس و اثبات بدرفتاری میلیساها با لطوکوبی او انجام یافته است. این زن ادعا دارد که کارمندان پلیس او را 3 روز در بازداشت نگاه داشته زدند. مقامات این ادعا را رد می‌کنند. چی پای این زن را به اداره پلیس کشید و چرا شکایت زنان از بدرفتاری هنگام بازداشت و پرسش‌ها زیاد می‌شود؟ محمود جان رحمتزاده گزارش دارد. شرافت سلیمووا ساکن دهه پوشانی پایان ناحیه واسع دعوا دارد که کارمندان میلیسا او را لطوکوب کرده اند. با گفته این زن او را 3 روز در شعبه کارهای داخلی نگه داشته بعد دخالت دادستان روز 15 ایول رهایش کرده اند. اما مقامات شکنجه شرافت را رد کردند. با گفته این مسئولین شرافت سلیمووا را در پی شکایت یک همدیه‌اش دعوت کرده بودند. شرافت بحث را با همسایه‌اش تصدیق کرد و گفت که حادثه در عید رمضان رخ داده است و در آن حادثه او جبر دیده بود. جان قطعی همسایه شی در حولی ما قطعی همراهی فرزنداش همه کسا مرا زدن. تیاق داشت در دست همسایه تیاق چوی. کی بود حادثه؟ این حادثه عید رمضان. خانواده سلیموف میگویند که میلیسا در اول نه شرافت بلکه برادر او را گناهکار میدانست. با گفته شرافت یک شاهدی خالص بیانات داده است که برادر او در این جنگ نبود. پس از 2 ماه نه برادر شرافت را بلکه خود شرافت را به میلیسا خانه دعوت کرده اند. شرافت میگوید که در دعوت اول نسبتش بدرفتاری شد. در دعوت دوم شرافت همراهش پنهان تلفن درآورده است. با قول او با تلفن تنها یک هدف داشت: اثبات کردن بدرفتاری کارمندان میلیسا. شرافت میگوید که پلیس تلفنش را از بدنش پیدا کرد و این حالت کارمندان پلیس را غضبانی نمود. بردن مرا خیلی زدن. بعد من گفتم که شما چی به من خیال میکنین؟ بعد من برای که یک بار که مرا حقارت کردن من در تنم تلفن داشتم. راستیه من میگم در تنم تلفن درآوردم که یا حقارت میکرد. شرافت ادعا دارد که 3 روز در بازداشت بود و روز 4 او را رها کرده اند. من خودم برای همین مسئله پیش مجلس ملی، مجلس نمایندگان، پروکورور گنرالی برای آبروی خودم که هم تعریف کردم. من 4 جدا اینترویو دادم. در حکومت ناحیه واسع مراجعت خانواده سلیموف را تصدیق کردند.
حالا برای تفتیش این قضیه از سوی رئیس ناحیه کمیسیون مخصوص تأسیس شده است. رئیس ناحیه واسه جمشید شریفزاده گفت این حالت زیر نظر او قرار دارد. ما همین فرصتی با حکومت در آمدن حمله کردیم. در همین پیش ما گفتم همین جا ما قچمو گاب میزنم میبینم همین خیلی چورا کردم. بعد من همین جا شعبه کروی داخله در تلفن کردم. شعبه کروی داخله خبر داد که مثال ما حوزی او را یگان کس یگان تامزدگی نیست. تو را تلفن کردن رسیه که همین زنک در همجا مرده. همین خیلی خبر هم دادن. این باری اول نیست که زنها از شکنجه شدن خود در اداره‌های پلیس شکایت میکنند. سلیمووا میگوید که هنگام شکنجه تنها یک چیز را احساس کرد. کارمندان میلیسا میخواستند طریق شکنجه گناهی نکرده اش را به گردن او بار کنند. حالا شرافت میگوید که تا عدالت نسبتش برقرار نشود تا دستگاه پرزیدنت شکایت خواهد برد. کمیته اندوز با شکایت به دادگاه فعالیت شرکت تولید بیت کوین را در تاجیکستان منع کرد. کاری شرکت را غیر قانونی خواندند. شرکت گنج تکنولوژی اعلام کرده بود که از سال روان با کارکردی پول دیجیتالی شروع می‌کند و برای این اجازه 12 اداره و وزارت را به دست آورده است. مقامات تاجیک در گذشته استفاده پول مجازی یا بیت کوین را خطرناک خوانده بودند. تفصیلات در گزارش برات یوسفی و سروینازی روح‌الله. فعالیت شرکتی که درباره ساختن پایگاه بیت کوین سازی در تاجیکستان خبر داده بود برهم خورده است. مقامات گفتند گنج تکنولوژی خلاف قانون‌های کشور فعالیت می‌کرد. گنج تکنولوژی پرونده از جانب سود اقتصادی ولایت خرطوم بررسی شد. شکایت آنها اینچنین از جانب کلیگی مرحله کاساسیونی بررسی گردیده، حالنامه بی تغییر ماند. آخر سال گذشته یک شرکت تکنولوژی مستقر در هنگ کنگ خبر داده بود که سندی را درباره ساختن زیربنیادی لازم برای کارکرد پول دیجیتالی از جمله بیت کوین در تاجیکستان امضا کرده است. بر اساس این سند دو طرف به تاجیکستان تکنولوژی و کامپیوترهای قوی برای کارکرد پول دیجیتالی می‌آورند و نصب می‌کنند. اما بعداً کمیته اندوز تاجیکستان به دادگاه عالی اقتصادی شکایت برد تا فعالیت این شرکت برهم داده شود. خیلی حالات بسیار است. من از 3 سال 4 سال اخیر شد همه شرکت‌ها خویش میکنن کوشش میکنن که به هر راه واسطه با فعالیت‌های غیر قانونی مخصوصا نمونه بیت کوین میکنه مشغول شد. قانون جاری مونده متأسفانه هیچ یگان سند نیست. من 60 سال گذشته هم چند مرتبه مسئله بود ما کارهای نظارتی کرده بودیم یک جای مقامات قدرت قطعی. نظری مسئولان شرکت گنج تکنولوژی تا لحظه نشر مطلب دسترس نشد. متخصصان میگویند برای کارکردی پولهای دیجیتالی که حالا نه در همه کشورهای جهان قبول می شود، کامپیوترهای قوی و نیروی برقی زیاد لازم است. مقامات تاجیکستان میگویند که بیت کوین در قانونگذاری کشور همچون واسطه معاملات اعتراف نشده است و همه گونه معامله ها در قلمروی کشور حتما با سامانی صورت میگیرد. در گذشته نیز مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعده در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند. از جمله در ولایت سوخت 4 نفر را دستگیر کرده بودند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها برای ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید کودکان و نورسانی که از اردوگاه‌های سوریه آورده شدند به اختیار وزارت تندرستی و وزارت مهنت واگذار میشوند. سرنوشت آینده زنان و کودکانی از سوریه برگردانیده شده را خبرنگاران امروز از جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی پرسیدند. وی نگفت که این نورسان در کجا و در چه شرایط نگهداری می شود. به گفته وزیر تندرستی 146 زن و کودک تاجیک که روز 25 ایول از اردوگاه‌های سوریه آورده شدند از تشخیص گذشتند. آنها به یگان بیماری گرفتار نبودند. اخبار آزادی را اینجا به پایان می‌رسانیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای جالب و مهم دیگر را در سامانه‌های آزادی، شبکه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های فیسبوکی ما، اینستاگرام و ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید. تا برنامه‌های بعدی روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.